سلام بچه‌ها، امروز قرار برم پیست اسکیت برای تقریبا میشه گفت بار اول. این تیشرت رو انتخاب کردم، میدونه پودینگ انبه هم خوردم قبلش و شروع کردم به آماده شدن. از اونجا که خب باید موهام بسته باشه ولی می‌خواستم یه حالتی بهش بدم. جلوش رو گفتم بافت ریز بزنم، بعد با کلاه و اینا فکر می‌کنم خوشگل میشه. جوراب ساق بلندم حتما باید بپوشید. ضد آفتاب زدم با اینکه تا در اومدم غروب شد، ولی خب دیگه من زدم. یه میکاپ سبکم کردم چون میخواستم براتون ویدیو بگم، وگرنه موقع ورزش سعی میکنم آرایش نکنم. یه خط چشمم کشیدم ست بشه با لباسم. بچه‌ها این محصولات آرایشی که میبینید تو آنلاین شاپ هم موجود دارم، تو کامنت ها آیدیشو براتون میذارم. و بقیه موهام چون دیر شده بود تصمیم گرفتم تو ماشین بزنم، بابام داره ماشین تمیز میکنه و رسیدیم به پیست. و اول رفتم ثبت نام کردم که قیمتی ساعتی 50 تومن بود و شروع کردم به پوشیدن اسکیت ها. خیلی هوا خوب بود واقعا. این مدت من همش صبح میرفتم، صبح خیلی گرم بود ولی غروب خیلی خوب بود هوا. بعد دیگه یاد گرفتم از این شیبا برم تا نصف بالا و برگردم. این بار فکر میکنم سومینا بود که تلاش خوبی داشتم و البته اینو بگم که چند باری خوردم زمین، همینجوری سری یاد نگرفتم مثل این دوستمون که خیلی خوب میره، ولی من خیلی خوشم اومد. اینجا سعی کردم کلا بیام بالا که افتادم. البته اونجوری نمیشه هیچ وقت بیفتی چون به هر حال زانوبند و اینا. اینجا بهتر یاد گرفتم ولی خیلی حال کردم. حتما باید دوباره بیام تمرین کنم. بعدم یه چیز خوردم اونجا هم، البته بوفه داره که ازش نوشمک گرفتم خوردم. در کل خیلی خوش گذشت. اگه دوست داشتین پارتای بعدی هم بگیرم بهم بگین.